یکم بشینم مراقبه کنم. مراقبه؟ ولش کن، با واصله داریم. اگه باد معدم بگیره مراقبه هم خراب میشه. ول کن بابا، اگه یکی ببینه مسخره کنه چی؟ پشت سرمونم یه عالمه حرف زدن ها. الان دلار رفته بالا، تو این گرونی باید یک کاری کنم. نشستم مراقبه میکنم. چجوری خونه بخرم؟ چی کار کنم؟ چطور ماشین بخرم؟ چطور به آرزوام برسم؟ اگر چکم برگشت بخوره چی؟ اگر تو کارم ورشکست بشم چی؟ اگر ایدام نگیره، اگه آبروم بره؟ کاش حداقل اون سرمایه گذاری رو انجام نمیدادم. راستی یادت بچگی ها چقدر تحقیر میشدی؟ چقدر مسخره میشدی؟ چقدر حقتو خوردن؟ دیدی چقدر به ظلم کردن؟ نکنه جنگ بشه، نکنه باز بیماری بیاد همه جا تعطیل بشه، همه بیمار بشن. چرا همسرم اون رفتار رو کرد؟ چرا رفیقم خرابم کرد؟ خرید عید رو چیکار کنم؟ خونم هم که سر سالش داره میرسه، خدا کنه ماشین خراب نشه. چقدر ما بدبختی داریم، چجوری از پسش بر بیام؟ من الان باید زار زار گریه کنم، یکی هم نیست باش درد و دل کنم. خدا هم که معلوم نیست کجاست، کمکی به آدم نمیکنه. کاش حداقل اون سرمایه گذاری رو انجام نمیدادم. اگر سلطه قبول نشم چی؟ آیندم چی؟ برنامه‌هام چی؟ با افکارت نجنگ، گذشته و حال رو بپذیر و باهاشون به صلح برس و مشاهده گر باش. به ایگوت خوراک نده